در قدم اول یک عدد خیار یا بادرنگ لازم داریم دوستا که این را باید رنده کنیم. البته پاک و صفا شوشتیم. خوارای گرامی دیدین که آب خیار یا آب بادرنگ گرفتیم. اینجا یک تا ظرف دیگه داریم. ژل آلوویرا داریم که ژل آلوویرا رو شما میتونین از آمازون هم سفارش بدین، داروخانه هم داره و اکشن هم داره دوستا. 4 قاشق غذاخوری میخوایم که ژل آلوویرا در ظرف جداگانه اضافه کنم. 4 قاشق غذاخوری ژل آلوویرا اضافه کردم. حالا میخوایم 4 قاشق غذاخوری آب خیار یا آب بادرنگ اضافه کنیم. 3 قاشق غذاخوری روغن ناریال یا روغن نارگل اضافه میکنم. روغن نارگل هم همراه مواد کاملا خوب مخلوط میکنیم دوست. روغن نارگل کاملا مخلوط کردیم. حالا میخوایم که اندازه 1 قاشق چای خوری ویتامین